سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان. ممنونم که کانال یوتیوب منو سابسکرایب کردین و میخواستم اول از همه خودم رو معرفی کنم. من مهسا نامداری هستم. حدود 10 سال راینو کار کردم به صورت حرفه‌ای در رشته تحصیلی خودم که معماری هست. کار کردم و خب خیلی از پروژه ها رو به اجرا در آوردم و کار خیلی زیبایی شد. علاوه بر این 4 سالم هست که در ماتریکس دارم کار میکنم. تو این 4 سال ایده پردازی طلا و جواهر، مدل سازی طلا و جواهر و حتی ساخت دستساز طلا و جواهر رو هم من کار کردم به صورت حرفه‌ای و هنوزم اگر حالا سفارشی باشه علاقه زیادی دارم که کار دستساز بسازم. ماتریکس یکی از نرم افزارهای خیلی راحتی هست که من تا حالا باش کار کردم. طبق حالا تجربه که خودم دارم در حیطه معماری، من خب میتونم بگم 90% نرم افزارهای معماری کار کردم و همه رو به صورت حرفه‌ای کار کردم و به نظر خودم راینو و ماتریکس نسبت به همه نرم افزارهایی که من میشناسم یادگیریش خیلی 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 راحت تره. خب اول از همه بریم سر همین ماتریکس. ماتریکس یکی از مهمترین نرم افزارهای طراحی طلا و جواهر هست که یه پلاگینیه روی راینو، یعنی کسی که راینو رو بلده به راحتی میتونه از ماتریکس استفاده کنه. دستورات راینو تمامی دستورات راینو توی ماتریکس وجود داره و خوبیش اینه که شما در قسمت کامند بار میتونین تایپ کنید مثلا یه چیزی رو و راحت میتونین بین اون دستوراتی که میخواین انتخاب کنید و دستور رو اجرا کنید و نیازی نداره که مثلا برین داخل این موارد بگردین دستور رو بگردین و پیدا کنید. همین که اسمش رو بدونین و تایپ کنید میتونید از دستور استفاده کنید خیلی راحت. تنها تفاوتی هم که ماتریکس با راینو داره اینه که خب به صورت حرفه‌ای اومده از جم ها استفاده کرده، از نگین ها استفاده کرده که انواع نگین ها رو ما اینجا داریم، میتونیم کار زیادی رو با این دستورات انجام بدیم و علاوه بر این در راینو بک‌گراند پشت صفحه مشکی هستش، توسی هستش، یعنی همین رنگی که اینجا میبینید. من به خاطر اینکه علاقه زیادی به راینو دارم اینو رنگش رو رنگ راینو گذاشتم، ولی شما ماتریکس رو که باز کنید بک‌گراند شما مشکی هستش و تنها تغییری که من دادم اینه که بک‌گراندم و رنگش رو تغییر دادم و علاوه بر این یه سری از دستورات راینو که راحت در دسترسم میخواستم قرار بگیره، این قسمت ها رو شما همینجوری ماتریکس رو باز کنید این قسمت ها رو نداره. من خودم این قسمت ها رو برای اینکه راحت تر باشم اضافه کردم که در قسمت های بعد بهتون آموزش میدم که این قسمت ها رو اضافه کنید. از این یعنی در دسترستر دستورات راحت‌تر در دسترس هست. مثلا یکی از دستوراتی که راحت میتونیم اینجا استفاده کنیم گروپ هست، راحت اینجا میتونیم بزنیم، ولی مثلا اگه بخوایم دنبالش بگردیم توی ماتریکس باید بریم اینجا، بعد بیایم اینجا مثلا پیداش کنیم و خب یه سری از چیزا خب اینجوری راحت تره. خب علاوه بر این من میخوام از اول یه سری از توضیحات رو بدم برای آموزش ماتریکس. من اول از همه میخوام در مورد فایل با شما صحبت کنم که وقتی بازش میکنیم
مثل تمام نرم افزارها میتونین صفحه رو جدید کنید. از این قسمت میتونین فایلاتون رو از این قسمت باز کنید. چیزایی که مهم هست و فعلا من میگم. سیو کنید فایلتون رو حتما 10 دقیقه یه بار، نیم ساعتی یه بار. نذارین تعداد سیواتون از هم خیلی فاصله داشته باشه، چون بعضی وقتا راینو هنگ میکنه و کار کلا میپره. و علاوه بر این قسمت هم ما میتونیم از ایمپورت و اکسپورت استفاده کنیم که یه سری از فایل‌ها رو اضافه کنیم به کارمون، یا یه سری از فایل‌ها رو ما آماده کنیم با فرمت مثلا STL که بره برای پرینت و برای ساخت. گزینه دیگه هم که خیلی استفاده نمیشه، در قسمت ادیت ما این پایین پراپرتیز رو داریم که اگر بازش کنیم میتونیم یه سری چیزا رو اینجا کم و زیاد کنیم که خب من اول از همه اینجا ما یه قسمتی داریم واسه اینکه حجم کارا موقعی که کار سنگینه، اون خطوط روی کار، حالا جلوتر هم نشونتون میدم، اون خطوط رو مثلا بخوایم کمتر کنیم میتونیم مثلا تیک اینو برداریم، یا یه سری موارد دیگه است که جلوتر بهتون میگم. اول از همه ما یه سری فایل، ویو و مواردی داریم اینجا که فایل رو باز کنیم. خب یه سری سیو، همون کاری که در این فایل میتونستیم انجام بدیم، همین کار رو از این قسمت هم میتونیم انجام بدیم. میتونیم سیو کنیم، میتونیم این ایمپورت و اکسپورت هم اون طرف داشتیم، و در این قسمت هم آندو و ریدو داریم، همون کنترل زد هست و کار رو میتونیم برگردونیم به عقب و یا کار رو برگردونیم به جلو. و در قسمت ویو میتونیم عکس مورد نظر رو اضافه کنیم، یعنی یه عکسی رو به ما دادن میگن این عکس رو برای من طراحی کن، ما میایم عکس رو از قسمت ویو، این پیکچر فریم، از این قسمت اضافه میکنیم کار رو به ماتریکس که بتونیم کار رو قشنگ در بیاریم. علاوه بر این ما اینجا ریست که کلا دستورات رو از اول میاره، کلا ماتریکس رو ریست میکنه، و اینجا که میتونیم یه سری چیزا رو اضافه کنیم. اینجا میجر هست که دیستنس رو، یعنی اندازه گیری ها رو میتونیم از اینجا استفاده کنیم، و یوتیلیتیز که بیشتر دستوراتی که استفاده میکنیم و باید در دسترسمون باشه توی این قسمت هستش که من تک تک اینا رو براتون توی کار بهتون توضیح میدم. من عادت دارم که خب هنرجوهای قبلی من همیشه، یعنی فکر میکنم که برای آموزش ماتریکس اینکه پروژه محور باشه خیلی بهتره. پروژه محور یعنی چی؟ یعنی اینکه من توی هر جلسه بیام یه کاری رو به شما آموزش بدم، یعنی از کل به جزء، و بعد دستورات رو تک تک یاد بگیریم. این که من بیام مثلا 3 جلسه بذارم تمام این دستورات رو برای شما بگم که چی هست چی نیست و اینا چجوری میشه ازش استفاده کرد، قشنگ 3 جلسه 3 تا 3 ساعت الکی از دست میره. به خاطر همین من پروژه محور کار میکنم و به نظرم خیلی کار رو راحت تر میکنه. این منوهای اصلی هست که ما باهاش خیلی کار داریم. منوی کرب داریم، اولین منو هست
که خود ماتریکس از پرکاربردترین دستورات اومده خودش چیده و بهتره که اینا رو اصلا جابجا نکنیم واسه راحتی خودمون. اولین دستور پلیلاین هست که ما میتونیم با پلیلاین خطای پیوسته بکشیم، یعنی همینجوری خط بکشیم. لاین هست که میتونیم یک تک خط بکشیم، یعنی یه دونه خط میکشیم دیگه خودش دستور رو میبنده. اینترپ داریم که اینو برای خطای که میخوایم منحنی باشه، مثلا یه کار منحنی به ما دادن، میتونیم از این استفاده کنیم. و مربع رو داریم که میتونیم راحت عدد بهش بدیم و طول و عرض بهش بدیم و مثلا طول 3 و عرض مثلا 4 و یه مستطیلی رو به ما بده. و یه چیز دیگه که فراموش کردم بهتون بگم، این ماتریکس روی میلیمتر کار میکنه، پس باید خیلی حواسمون باشه که مثلا 3/4 که میزنیم به سانتیمتر نیست، به میلیمتره، یعنی 3 میل در 4 میل. و دایره رو داریم اینجا، بیزی رو داریم که 2 تا عدد رو باید بهش بدیم، یکی طول این طرف و طول کوتاه‌تر. این هم کرو هست که میتونیم کرو رو بکشیم، حالا در هر حدی که بخوایم، که این دستور خیلی کاربرد داره. حالا من آموزش رو که شروع کردم روی این دستور خیلی کار میکنیم. ریبیلد رو داریم که برای اینکه تعداد نقاط روی کار مشخص باشه، ما تعداد کار رو مثلا میتونیم کم و زیاد کنیم و خط رو وقتی که خطوط نقاطش رو روشن میکنیم، مثلا 37 تا بود الان شد 4 تا. و یه سری موارد دیگه که توی کارها نشونتون میدم. منوی سرفیس رو داریم. این منویی هست که صفحه رو برای ما میسازه. مثلا ما بخوایم یک خط بستر رو داشته باشیم، حالا دایره باشه، مربع باشه، مستطیل باشه، هر چی که باشه، میتونیم مثلا با یکی از دستورات این صفحه بسازیم. میتونیم صفحه رو بسازیم. و موارد دیگه رو داره که باز من توضیح میدم. منوی سالید رو داریم که بیشتر حجمای آماده رو به ما میده و علاوه بر این میتونیم کار بولین ها رو هم از این قسمت استفاده کنیم. مثلا اینجا تیپ رو داریم و منوی ترانسفورم رو داریم که منوی ادیت هست بیشتر. ما اگر بخوایم مثلا این رو اسکیل کنیم، اسکیل 3D داریم، 2D داریم و 1D داریم. اینو از این قسمت میتونیم کم و زیاد کنیم یا از یک طرف ما بخوایم فقط از یک طرف کم و زیاد بشه. منوی سابدیو داریم که این منوی کلایه ما هست و با خود ماتریکس فرق داره، یعنی خودش یه پلاگینه. منوی آرت، منوی کلایو و منوی رندر، این سه تا منوهایی هستن که پلاگین هستن و خب ما اگر بخوایم در مورد کلایو صحبت کنیم، یه چیزی شبیه زیبراش هستش، یعنی بیشتر برای مجسمه سازی استفاده میشه که بر پایه پلیگان هست.
و پلیگان مدلینگ هست که همون انگار روی مش دارین کار میکنید. و حالا در قسمت‌های بعدی حتما یه قسمت رو اختصاص میدم به کلایو که فکر میکنم یه قسمت هم کم باشه، 2-3 قسمت فقط برای کلایو باید ما بذاریم و آموزش کافی رو ببینیم. منوی بیلدر هست که بیشتر همه چی رو آماده داره. منوی تولز هست که خب خیلی از موارد در تولز میتونه کمک ما کنه و علاوه بر این ما یه دونه کارهای آماده داریم اینجا که میتونیم از اینا خیلی استفاده کنیم. مثلا یکی از کارا رو اگر ما ایمپورت کنیم و این کار در این قسمت قرار بگیره، ما میبینیم که یه انگشتر کامل رو به ما داده و خطوط چیزایی که نیاز هست رو هم برای ما نگه داشته که اگر خواستیم ادیت کنیم بتونیم راحت ازش استفاده کنیم. و علاوه بر این ما بیایم در مورد جم حرف بزنیم. جم ها هستن که ما انواع و اقسام جم ها رو اینجا داریم، میتونیم ازش استفاده کنیم و حتی جم هایی که مثلا در لیست وجود نداره، ابعادی که در لیست وجود نداره و میدونیم که حالا بیرون میتونن برامون برش بزنن، از این قسمت میتونیم خود سنگر رو بسازیم که این منو هم خب خیلی کاربردیه، کار زیادی رو میشه انجام داد. ما منوی بعدی رو داریم. منوی هست که معمولاً پایه کارها یا چنگ ها رو به ما میده. این میتونه یه دونه چنگ باشه که این چنگ ها رو در این قسمت میتونیم استفاده کنیم و برای نگه داشتن سنگ ها هست که یک قسمت کامل در مورد مخراج سنگ ها هم با شما صحبت دارم که کارها کاملا کارهای حرفه‌ای در بیاد و قابل ساخت باشه. و منوی بعدی کاترها هستن که همیشه رنگشون نارنجیه. این کاترها ما میتونیم در این قسمت با ابزار بولین از حجممون کم کنیم. اگر از حجم کم بشه اینجوری فرو رفته میشه، یعنی این یه حجم کامل بوده که با کاتر این قسمت ها رو در آوردن و به راحتی میتونیم حجمایی رو بسازیم که فرو رفتگی های زیادی رو داشته باشه که از طریق کاتر میتونیم استفاده کنیم و خیلی راحت انگشترها و جواهراتی که دلمون میخواد رو بسازیم. قسمت رندر رو داریم که رندر کلن کسی که میخواد یه کاری رو ارائه بده بهتره که یه رندر ازش بگیره. رندر همون یه عکس نهاییه که حالا اینم یه صحبت جدا داره که کار رو همرنگ طلا میکنه، کار رو همرنگ اون فلزی که میخوایم در میاریم و خب کسی که کار رو رندر کردن در این قسمت میتونن خیلی مانور بدن و کارهای خیلی زیبایی رو ارائه بدن. البته من خودم رندرهایی که خب به صورت حرفه‌ای میگیرم رو در نرم افزارهای دیگه میگیرم، ولی خب برای کسی که فقط میخواد با ماتریکس کار کنه میتونه از این قسمت استفاده کنه و با رزولوشن خیلی بالا میتونه اون کار رو ارائه بده و واقعا هم رندرهای تمیزی در میاد. خب این ردیف رو میتونیم منوی ادیت در نظر بگیریم که تریم رو داریم،
اسپلیت رو داریم، جوین رو داریم که میتونیم دو تا خط رو به هم دیگه وصل کنیم، دو تا خط رو از هم دیگه کات کنیم، تریم کنیم، یه شیء و یک قسمتی از یک حجم رو میتونیم اکسپلود کنیم، یعنی کلاً از هم بپاشه، یعنی جزء به جزءش از هم جدا بشه. و داپلیکیت رو داریم اینجا، ادیت پوینت رو داریم که نقاط روی خط رو برای ما روشن میکنه. مثلا اگر این خط اون باشه ادیت پوینت رو بزنیم یه سری نقاط رو به ما اینجا میده. خب و دیسپلی رو داریم که به ما یه سری قابلیت ها رو میده که ما میتونیم مثلا اگر صفحه رو بخوایم حالا از دیدهای مختلف تغییر بدیم و کارا رو جذابتر کنیم، میتونیم از این منو استفاده کنیم و کارا رو کلاً تغییر بدیم. و این قسمت اینجا هم داریمش، اینم میتونیم باز کنیم. این لیسته با این لیسته هیچ فرقی نداره، دوتا شکلیه. و اسنپ ها رو داریم که برای اینکه خب ما توی کار برای اینکه دقت کار بره بالا و ما بتونیم روی خطوط بایستیم، بتونیم یه سری از کارا رو راحت انجام بدیم. مثلا من بخوام یه خطی رو به این خط وصل کنم، میبینیم که خود موس خود این نقطه به این خط گیر میکنه و جای دیگه این نمیره. میبینیم که با اسنپ ها اگر خاموش روشنشون کنین کاملا میتونه بهمون خیلی کمک کنه که در مورد اسنپ ها هم کلی صحبت دارم. اینجا هم منوی داریم که خب میتونیم اینو روشن کنیم. وقتی میخوایم یه خطی رو بکشیم سایز بهمون میده، مثلا میگه که نگاه کنید به این لبه های گرید ما داره میچسبه که خیلی کمک کننده است وقتی ما بخوایم کاری رو بسازیم که اندازه هاش بر اساس گرید بخوایم کار کنیم و کار جلو ببریم. خب در این قسمت هم که خب حالا توضیحات خودش رو داره که چیز خاصی نیست. و منوی لیر ها رو داریم که بهتره برای ساخت هر کاری هر چیزی رو به یک رنگ در بیاریم. مثلا بدنه کار رو بیشتر سبز پررنگ میذاریم ما که متال ها هستن از سبز ها استفاده میکنن. و مثلا برای بدنه نگین ها یا برای چنگ ها ما معمولا از رنگ بنفش استفاده میکنیم که اینجا تغییر رنگش داده. و برای جم ها هم که میبینیم توی طیف آبی استفاده شده. پروژه ها ما میتونیم یه سری از پروژه هایی که داریم رو به جای که سیو بیرون بگیریم اینجا سیو کنیم و کار خیلی مناسبی هست، ولی به شرط اینکه تمام کارا رو اینجا سیو نکنیم، چون وقتی سیو ها بالا بره ماتریکس خیلی سنگین میشه و بهتره که این کار رو انجام ندیم. در این قسمت من میخوام در مورد ویوپورت ها صحبت کنم که ما اگر روی هر کدوم از ویوپورت هایی که میخوایم 2 تا کلیک کنیم بزرگ میشه و 2 تا کلیک کنیم برمیگرده. مثلا رفتیم توی این ویو میخوایم اصلا برگرده توی پرسپکتیو، ما میتونیم از اینجا ویوها رو تغییر بدیم و راحت بتونیم بین 4 تا ویو بچرخیم.
و در این قسمت هم میتونیم با 2 تا کلیک ویو رو هی ببندیم هی باز کنیم که گاهی اوقات خیلی نیاز هست 4 تا ویو مشخص باشه که ما مثلا اینجا داریم یه کاری رو انجام میدیم، در قسمت‌های دیگه هم کار رو ببینیم، از زاویه‌های دیگه هم کار رو ببینیم که بیشتر از ویو پرسپکتیو استفاده میشه. خب برای اینکه خیلی این توضیحات امروز طولانی نشه، من ادامه توضیحات رو میذارم برای روزای دیگه و براتون باز فیلم پر میکنم و دقیق‌تر تمام این مواردها رو من براتون توضیح میدم. از قسمت بعد ما میخوایم از آسونترین کارهایی که میشه در ماتریکس زد رو شروع کنیم. اگر علاقه به این کار دارید خودتون عکس پیدا کنید، بر اساس اون عکس کار بزنید و اگر هر روز کار کنید قطعاً خیلی میتونید پیشرفت کنید توی ماتریکس. و بعضی از دوستان در مورد ماتریکس گولد پرسیده بودن. ماتریکس گولد رو دقیقاً همین دستورات هست، ولی خب بعضی از دستورات یکم پیشرفته تر هست و یه فرق بزرگی هم که با ماتریکس 9 داره اینه که یکم اون اینترفیس فرق میکنه، یعنی فضای فرق میکنه، وگرنه زیاد تفاوتی با این نداره. ما بعد از اینکه ماتریکس 9 رو، یعنی هر طراح و مدل ساز طلا و جواهر اول از همه باید ماتریکس 9 رو بلد باشه و بعد بره سراغ ماتریکس گولد از نظر من، چون یه سری از موارد رو توی ماتریکس گولد نمیشه آموزش داد. به خاطر همین یعنی نمیشه اینجوری که اینجا میتونی راحت به دستور برسی، یعنی به کاری که به منظورم اینه که یه سری از دستورات توی ماتریکس 9 هست که وقتی استفاده میکنی خیلی راحت تر به نتیجه میرسی. به خاطر همین من ترجیح میدم که اول ماتریکس 9 رو آموزش های کوتاه براتون بذارم که خسته نشین. بعدش روی ماتریکس گولد هم قطعاً مانور میدیم و اون قسمت‌هایی از ماتریکس گولد که خیلی احتیاج هست رو من به آموزش‌ها حتما اضافه میکنم. امیدوارم که از اولین قسمت خوشتون اومده باشه. عذرخواهی میکنم که خب یه سری از موارد رو نرسیدیم بگیم و علاوه بر این من چون یکم ناخوش هستم نتونستم تمرکز کافی رو داشته باشم که بتونم کارا رو، یعنی دستورات رو بیشتر برای شما توضیح بدم. انشاءالله در قسمت بعد حتما شروع میکنیم، پروژه محور جلو میریم و کارها رو حتما من در یوتیوبم میذارم و امیدوارم که شما هم از آموزش ها لذت ببرید. ممنون از توجه شما عزیزان.